امروز میخوام در مورد 405 و موتورهایی که کلا بوش تر هستن، یعنی بوش از بلوکه سیلندر جداست، هیچ تماسی نداره باش، کاملا جداست. زمانی که واشر سرسیلندر ما توی این ماشین میذاریم، واشر سرسیلندر قرار میگیره به این حالت. نشیمنگاه اصلی ماشین که کمپرسور ارزم بزرگ نباید از اونجا عبور کنه، این قسمت هست. این قسمت فلزی قسمتیه که کمپرس داره داخلش، یعنی پیستون وقت زمانی که بالا و پایین میره کمپرس به وجود میاره. زمانی که این بوش پیستون بیفته پایین، این بوش پیستون ها بیفتن پایین، عرضم به حضور شما وقتی که سرسیلندر ما روی این واشر رو که گذاشتیم، واشر که قرار گرفت، سرسیلندر ما روی میذاریم با وسیله 10 تا پیچی که عرضم به حضور شما قرار داره. پیچا رو که محکم میکنیم، سرسیلندر کفش صافه. سرسیلندر این بوش پیستونا اگه پایین افتاده باشه، عمل آب بندی این قسمت انجام نمیگیره و کمپرس موتور از همین قسمت فرار میکنه و خودشون میرسونه به اینجا و خودشون اینجا هم همش آبه. بعد باعث میشه که آب از رادیات بزنه بیرون، کمپرس رادیات بره بالا، آب تخلیه کنه ماشین و باعث جوش آوردن ماشین بشه. بس همیشه وقتی که ما میخوایم واشر تعویض بشه، ماشین واشر میزنه، مثلا ماشینایی که بوشتر هستن، باید عرضم به حضور شما که اینا اندازه گیری بشه، فیلر بشه. یعنی این بوش پیستون اگه الان اینجا معلوم بشه، الان ببینید این با هم کفن، یعنی اون فشاری که باید این قسمت سرسیلندر فشار بده واشر سرسیلندر تا عمل آب بندی صورت بگیره، بوش پیستون افتاده پایین و اتفاق نمیفته. هر چقدر این پیچار محکم ما ببندیم، چون بوش پیستون افتاده پایین، عمل آب بندی خوب صورت نمیگیره و باعث میشه که سریع ماشین واشر بسوزونه.